ماساژ ژاپنی، استفاده از قاشق برای رهایی از چروک روی لب. گام اول، تهیه 2 عدد قاشق و 1 فنجون آب داغ 38 تا 40 درجه سلسیوس. پوست رو تمیز کنید و یه لایه ضخیم کرم روی صورت بمالید. گام دوم، ماساژ دادن مهمه، فقط با استفاده از قاشق‌های گرم ماساژ بدید. خیلی فشار ندید و پوست رو نکشید. هر حرکت رو 5 مرتبه انجام بدید. از چروک بالای لب به طرف بالا از سمت گود قاشق. از اطراف بینی به سمت شقیقه ها. از گوشه های دهان به سمت مراکز گوش ها. از اطراف بینی به طرف گوش ها توسط حرکت بالا و پایین و با استفاده از لبه های قاشق. و در انتها بعد از ماساژ دادن صورت رو با آب گرم بشورید و یک کرم تقویت کننده استفاده کنید.